سلام و درود دوستان. گفتم از تجربه کار پیدا کردن خب با شما گپ بزنم امروز. من یک مدت پیش دنبال کار میگشتم. یک کار یک جای است، نانوایی نانی مثلا توست نانی سنتی نه. بعد من خب در خانه مو با مادرها دیگه با خمیر و چیزا سر کله میزنیم. من گفتم اینمی خوبه برم همین نان پخته کردنم یاد میگیرم دیگه. کارم موشه. بعد کارش هم مثلا دمو تایمی بود که من مثلا میتونستم، چون بالاخره مو بچه داریم و بچهای مکتبی دارم اینا. مثلا در یک مان خاصی من کارم خواستم دیدم وقتش خوبه. بعد اپلای کردم و اینا دما مثلا پیام دادن و گفتن که مثلا اگه میخوای اینا فلان روز برای مصاحبه بیا. بعد رفتیم برای مصاحبه. گفتن خب مثلا شرایط تو خیلی خوبه، بیا برای ترینینگ 1 2 ساعت فلان روز برای ترینینگ بیا و کوش مناسب و لباس مناسب و چیزا بگیر. خلاص من کفش و لباس و چیزا تهیه کردم. فلان روز رفتیم و بعد اول رفتیم یک فارغ از سرمون پر کرد و بعد من اونجا راهنمایی کرد. گفت کیف رو اینجا بذار. بعد یک کمدی خیلی کوچیک و خیلی شلوغ به هم ریخته بود. من کیف رو اونجا گذاشتم و بعد من راهنمایی کردن یک قسمت خیلی دور، یعنی گوشی و کیف موسوب که میذاشتیم، یعنی اگه اونجا مثلا کسایی که کار میکنن هم کیف و گوشی رو در یک جای میذارن که خودشون خیلی دوره. یعنی اولش من به هر حال اینجا کار نکردم، فکر کردم که چقدر دوره گوشی موشی دیگه. ما مثلا بعد گفتم حالا اصلا اینجا گوشی جایش سیف است، چون خیلی مثلا کمدش و جایش اینا به هم ریخته بود. خلاص امور بردن در یک قسمت دیگه و اونجا دیسکش و ماسک و چیزا ما دادن. یک نفرای دیگه هم مثلا کار میکردن و سوپروایزر ما معرفی کرد. سوپروایزر یک آدمی هندی بود و کارگرام اونجا بیشتر هندی بودن. حالا همه‌شون تقریبا هندی بودن، افغانی نبود دیگه. همون دخترا پسرا کار میکردن. بعد سوپروایزر ما دیگه من راهنمایی کرد که اینی کار کن اینی کار کن. من شروع کردم. اولین چیزی که فهمیدم دیدم که کار اونجا خیلی سرعتش بالا، یعنی همه به سرعت درو کار میکردن. کس با کس نه صحبت میکرد، همه جدی درو مشغول کار بودن و هر کس وظیفه‌ش دیگه مشخص شده بود. یک نفر خمیر بور میکرد، یک نفر مثلا وزن میکرد و چیزا دیگه. اونا رو هم گفته بودن که مثلا دینی خانم که آمده ایرا مثلا شما هر کدوم شما مثلا میتونید هر کدوم شما مثلا گزارش مفتد یک چیز یاد بدید. خود سوپروایزر من راهنمایی کرد. بعد رفت اونجا دیگه می خمیر وزن میکردن و اینا. من اونجا شروع کردم مشغول شدم. بعد یک رقم نانای گرد ترکیش رقم بود، نانای اندازه اینقدر گرد. بعد دستاری از این نان باید دانه میرفتیم. در یک کاسه دانه بودم، دانه کنجد و دانه مثلا سیاه دانه و چیزا میکس بود. گفت که دستاری از این نانا تو هم دانه ها رو بریز. همینقدر من گفت. بعد من می دانه ها رو میخوام تیت کردم. خیلی هم زیاد بود. اینا رو همه رو توی می قفسه ها کردن و قفسه ها دیگه چرخ داشت. اینا رو بردن در یک سالن دیگه و سریع گفتن که نانی مثلا این نان رفت. یک نان دیگه نامای نانشون میگفت نان دیگه آمد و دیگه سریع دیگه میز یک نفر پاک کرد و صاف کرد و خمیرا رو آوردن در اینجا انداختن و همین خمیر رو صاف کردن. من دارم کمک میکردم در او نفر. من برای 2 ساعت ترینینگ ما بود. بعد دیدم سوپروایزر از اون آمد. گفت که دانه های این نانا رو کی ریخته. بعد من گفتم من ریختم. بعد گفت بیا این طرف. بعد من رفتم اونور. ببخشید رفتم اونور. گفت که این دانه ها رو مثلا تو اشتباه ریخته، باید همه رو در وسطش نمیریخته، باید من کل همین سطح نان دانه ها رو در کل سطحش تید میکردی، تو فقط در اون وسط ریختی. بعد من گفتم ساری دیگه، مثلا دمم نگفته بودن دیگه، من از کجا بدونم. من گفتم دمم نگفته بودید ولی خب ساری دیگه من اشتباه کردم، اگه میخواید من درست کنم. گفت نه تو برو در سر کار اوور اونا کمک کن، من الان اینا رو درست میکنم. بعد من رفتم. وقتی برگشتم دیدم که این کارگران موبایل خودم شک شک میکنن. دمم گفتن که چیش بود، مشکل چی بود. بعد من گفتم هیچ، این دانه ها رو اشتباه ریخته بودم اومدم. بعد من مشغول شدم دیدم یکی دیگه موضوع بر اومد، چون اون سوپروایزر وقتی اومد سوال کردی دانه ها رو که ریخته صداش خیلی بلند بود، اما سوپروایزر صداش کلا خیلی بلند. بعد از همدیگه رو میپرسن که هیچ مشکل چی بود و اینا. بعد من در دل گفتم که حالا یک چیز طبیعیه دیگه، من 1 سال اومدم اینجا مثلا این اشتباه ریختم. گفتم اینا چرا کنجکاو شدن و اینا. بعد دیگه خلاصه اون سطح یک مثلا یک میز خیلی کلان بود، اون نان کلا روش صاف کردن مثلا به این زخامت. بعد او رو با خط کشی کرد 20 امی خط کشی کرد. بعد شروع کردن در از روی امضو خط کشی کات کردن و اینا. بعد یک دفعه سوپروایزر اومد. حالا ما در وسط کار بودیم. سوپروایزر اومد. نفرام همه ماسکو زده دیگه، مثلا چشماش دیده میشد و همه به سرعت برق و باد کار میکردن. من دیگه همون چیزی که بنده خدا دم یاد داد، من دارم رقمی همین نانای باریک باریک همینطوری وزن میکردیم و صاف میکردیم. یک دفعه سوپروایزر از اون ور اومد و یک دونه از این تیکار کند و شروع کرد صاف کردن اینا. بعد یک دم رقمی نگاه کرد، یک دفعه با عصبانیت گفت این نان کی اینجا، خمیر کی اینجا صاف کرده. بعد اون بنده خدا که صاف کرده بود گفت نکردم. بعد حالا شروع کرد رو دعوا کردن با صدای بلند، میدونید
با صدای بلند که تو چرا ایره اشتباه کردی، چند دفعه تو بگم چرا یاد نمیگیری، این خمیر اشتباه صاف کردی، چرا حواس خود جمع نمیکنی، الان این مورا پس فروشگاهی رو پس مورا میکنه، بعد من اینا رو در پشت میدم خانه خوب ببری، اینا رو مثلا از حقوق تو کم میکنم. اصلا تو چرا آمدی اینجا، اصلا چرا نموری، کی در کار تو نیاز داره، چرا ول نمیکنی. همینجوری انقدر میگفت با صدای بلند. حالا او هم بنده خدا تون داره کار میکنه، بعد او وسط کار از این سوال میکنه تو الان چند وقت اینجا کار میکنی، بعد او جواب نمیداد. دوباره با صدای بلند گفت با توی اون بگوی چند وقت اینجا کار میکنی. بعد گفت من 3 ماه کار میکنم. گفت 3 ماه اینجا کار میکنی یاد نمیگیری، هیچ کس در کارتون نیاز نداره، حواس خود جمع نمیکنی اینا. من حالا برای ترینینگ برای 2 ساعت ترسیدم، رفته بودم یک تجربه بد شد. من خیلی ترسیدم که یعنی چقدر بیرحمانه او بنده خدا مشغول کار، تو در دوام کنی او را. حالا مثلا امور اگه موقع از حقوقش کم کنی کم کن، لازم نیه که اون نفر یک آدم مثلا حدود 25 ساله را در حضور اون همه کارگر به این شدت تحقیر کرد. بنده خدا رو او هم مثلا شرمم شده و دیگه چیزم هیچی هم نمیتونست بگه دیگه. فهم هندی و بیشتریش مثلا بعضیش استودنت ان، اینو خیلی در پول نیاز دارن دیگه، کار میکنن با هر شرایطی باشه. و حقوقش هم کم بود، حقوقش هم ساعت $25. و خیلی مثلا من تعجب کردم، با خود گفتم واقعا هندی ها در یک دیگه تیزن، میدونن هندی در هندی تیزه، همونطور که افغانی در افغانی تیزه. من اونجا واقعا به چشم دیدم که ولی هم که همشهری خود یا اشتباه هم کرده، خیر حالا تو چرا جلوی این همه کارگر یک آدم بالغ اینقدر مثلا کم کوچیک میکنه بیچاره را. خلاصه یک تجربه خوبی نشد برای من. 2 ساعت من اونجا کار کردم و آمدم و دیگه بعدش با خود گفتم دیگه خدا کنه اینا دما پیام ندن که اینجا مثلا. بعد از اون فهمیدم که اون یه قسمتی که مثلا مرا صدا کرد اشتباه کرده بودم، اینا چرا کنجکاو شده بودن بنده خدا، اونا ترسیده بودن که وا میکنه، ولی خب با من اونقدر برخوردش بد نبود دیگه، نمیتونستم بد باشه چون من نگفته بودن. خلاص از اون کار اومدم دیگه، گفتم نه نمیشه، از این کار سخته دیگه، من خیر از نان جور کردن نان یاد گرفتن مرد تر ببرم با همشهریا کار کنم. یک رفتم ورور در دکانی مثلا همشهریا نانوای مانوای ورور پرسان کردم. بعد یک از این دوستا در من یک جای معرفی کرد، گفت یک جای هست یک مثلا کباب شاپ از همشهریا، برو اونجا مثلا دنبال کارگر میگردن. پیام دادم در نفر، بعد نفر در من گفت مثلا فلان ساعت بیا برای مصاحبه. رفتم، نفر از کشور افغانستان بود، بعد خانومم بود و برخوردش خوب بود، یک چند تا سوال موال کرد و اینا. بعد ما گفت که مثلا اگه میخوای به اینجا کار کنی باید 3 روز به اینجا کار کنی و هر روز 4 ساعت، یعنی 3 روز به روز 4 ساعت که میشه 12 ساعت در مجموع، و رایگان، حقوق هم نمیدیم به خاطر اینکه باید یاد بگیری. بعدش من با خود گفتم که البته خودش هم گفتم، خندیدم گفتم خیلی زیاده 12 ساعت. گفت که نه دیگه ما اینجا مثلا مواد غذایی خراب میشه، اینو باید کامل یاد بگیری که بعد از اینکه مشغول شدی دیگه مثلا های زنگ نزنی که بگی ایشی سخته اوشی سخته. و من خود یکم شاک شدم، گفتم مثلا 12 ساعت کار رایگان خیلی زیاده، به انصافیه. حالا بگو مثلا نصف قیمت میدیم 12 ساعته، یا مثلا یک 2 ساعتش 3 ساعتش فری بقیه‌اش نصف قیمت، ولی کلی 12 ساعت فری. اونجا هم دیگه یک شوک بزرگ دم وارد شد دیگه. اومدم گفتم نه اصلا همشهری انگار با همشهری کار پیدا کار کردن هم سخته. بعد از اون یک جای یک شرکتی استرالیایی بود که رفتم اونجا برای مصاحبه. و وقتی برای مصاحبه رفتم گفتن نه اینجا خوبه، مثلا ما علاقمندیم بنا به همین شرایط و مثلا اکسپریانس تو، فقط 1 ساعت ترینینگ مثلا گفت ما تو ترینینگ میکنیم ولی وقتی سر کار شدی همونجا کم کم ترینینگ کردن موری میرخمینیه که اول برای ترینینگ به بعد تو رو استخدام کنیم. و بعدش گفت که الان همونجا 2 نفر بودن با هم دیگه صحبت کرد، گفت الان وقت داری وایستی مثلا برای یک ترینینگ کوچولو؟ من گفتم آره من برای 2 ساعت وقت دارم، کار رفته بودم. بعد گفتن 2 ساعت نه 1 ساعت. بعد دوباره با هم یک شکشکک کردن، گفتن نه نمیتونی 1 ساعت کار کنی. من گفتم نه من مشکل ندارم میتونم. گفت نه آخه ما نمیتونیم تو رو بگیریم 1 ساعت، بعد ما اگه 1 ساعت بگیریم باید حقوق بدیم، بعد تو نامت اینجا مثلا راجستر شدن یا اینا، ما نمیتونیم 1 ساعت از یک کس مثلا کار فری بگیریم، باید حقوق بدیم. بعد من گفتم نه من مشکل ندارم. بعد او سوپروایزر آدم استرالیایی بود، خیلی آدم محترم بود، گفت نه حالا مو کار نداره ولی مو خودمون پالیسی شرکت مو اجازه نمیده که مثلا کسی اینجا 1 ساعت کار فری کنه، مو باید پول بدیم. 15 دقیقه گفت اگه میخوای 15 دقیقه اینجا وایستا برای ترینینگ. بعد فهمیدم که ببین چه تفاوتی هست. مثلا شرکت های استرالیایی مثلا بعضی شرکت ها خیلی معتبرن، خیلی خوب برخورد میکنن، و بعضی جاها اون شرکت اونجا که رفته بودم هندیا بودن. البته اون شرکت نانوایی رئیس شرکتش هندی نبود ولی خب همون کارا دستی همون هندیا بود تقریبا. و فهمیدم که چقدر برخوردها میتونه متفاوت باشه و چقدر بعض وقتا کارا
مثلا از این شرکت به این شرکت چقدر میتونه مثلا متفاوت باشه. من قبلا یک دوست من اینجا کار میکرد، مثلا در کشور کار کرده بود، من کار نکرده بودم. بعد من میگفت کار اینجا را مثل کار ایران و افغانستان در نظر نگیر، کار اینجا خیلی سخت، خیلی جدیه، خیلی فشارش زیادتره. مثلا آن تایم، سر تایم باید باشی، سر تایم باید خلاص کنی. و من ترسیده بودم واقعا وقتی گوش میکردم، میترسیدم. بعد اون روزم که رفتم دیدم، ولی ارخمی هم نیه. مثلا اگر در جاهای خوب سر کار شوه آدم بتونه کار پیدا کنه، خیلی مثلا انقدر فشارم نداره، مثلا با آدمای مناسب اگه آدم سر کار شونه.